اگر ما امروز در توسعه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فقر ظاهری اما غنای باطنی مثل شمع سوختن ولی جامعه را روشن و تابان کردن. مبلغ 1000 افغانی برشان بتین که انشالله حداقل 20 کیلو گاز میشه. برای معلمین ضرر واقع نشه و مسئول باشن. بخاری بسیار خوب ژاپنی را 2 دانه 3 دانه از هر دکان اینا جمع کردن. اونا همچنان یک زمان شاگرد بودن ولی امروز در یک موقعیت رسیدن که مزد خود را توفه گرفتن و با معلمین عزیز شریک ساختن. امانت شما را بدون کمی و کاست برشان میرسانیم. بیاین در کاروان خیر با هم سهیم باشیم تا بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، عرض سلام و سلامتی خدمت شما. انشالله که خوب و صحت و سلامت باشین. مساعدت به اهل معارف یا خانواده معارف در واقع مساعدت به تمام عرصه های دیگر است. اگر ما امروز در توسعه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یافتیم، تمامش از برکت معلمین و اهل معارف است. خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب تمام معلمین بگردانه. همین معلمین هستند که با فقر ظاهری اما غنای باطنی مثل شمع سوختن ولی جامعه را روشن و تابان کردن. ما امروز در مکتب هستیم، در فابریکه انسانسازی، در جایی که بر ما آموخت ما چگونه زندگی کنیم، چگونه خلاقیت داشته باشیم، چگونه ابتکار داشته باشیم، چگونه در زندگی انیشیاتیو به خرج بدیم. بنابراین حق دارن بالای ما که ما در کنارشان باشیم. زمانی که ما برومند میشیم، زمانی که ما جوان میشیم، زمانی که ما مزد به دست میاریم، ایجاب میکنه که ابتدا مزد اول خود را اما که امرای پدر و مادر شریک میسازیم، اما تو باید امرای معلم همچنان شریک میسازیم. امروز الحمدلله ما در مکتب هستیم و خواستیم که با معلمین عزیز و گرامی مساعدت کنیم که بالای ما حق داره. در مکتب نسوان وحدت واقعی چاره قمر کسایی هستند که زحمت کشیدن، اولاد از این وطن را پرورش دادن تا بنیه و اساس از این وطن زیبا شود. و ما یک توفیه زمستانی برشان آماده کردیم، انشاءالله که از طرف ما پذیرا شوند. توفیه ما یک بخاری گازی است. البته میخوایم یادآور شوم که حدود 4 روز میشه که همکارای عزیز ما در بازار سرگردان هستند و سرگردان بودن تا بتانن یک بخاری مطمئن و مسئول را پیدا کنن که خدای ناخواسته بر معلمین ضرر واقع نشه و مسئول باشن. بخاری بسیار خوب ژاپنی را 2 دانه 3 دانه از هر دکان اینا جمع کردن تا که اینا مسئول بمانن. و یک بالون گاز برشان آماده کردیم، 1 دانه کمپل برشان گرفتیم و یک بوجی آرد و روغن و یک درجن جراب گرفتیم. انشاءالله که از طرف ما پذیرا شوه و بپذیرن میخوایم برشان تقدیم کنیم. و بسیار تشکری و ممنون و امتنان میکنیم از او تعداد عزیزایی که در این کار خیر سهیم هستند و سهم گرفتن، ما را همچنان تشویق کردن و در این کاروان با ما هستند. میخوایم ازشان نام ببرم، در حقشان دعای نیک کنیم، در حقشان دعای خیر کنیم. اونا همچنان یک زمان شاگرد بودن ولی امروز در یک موقعیت رسیدن که مزد خود را توفه گرفتن و با معلمین عزیز شریک ساختن. میخوایم که کم کم نامشان را بگیرم، امرای شما شریک بسازم تا در حقشان دعای خیر و دعای نیک همه ما بکنیم. خواهر ما ناهید اسلمی
از بلژیم مبلغ 27700 افغانی مساعدت کردند. خواهر ما عادله احمدی از بلژیم مبلغ 6800 افغانی، یک خواهر ما از ویرجینیا امریکا مبلغ 9955 افغانی، از طرف اعضای گروه فرهنگی خانه افغانستان از آلمان مبلغ 69290 افغانی، از طرف مادر محمد جان از اتریش مبلغ 22800 افغانی، برادر ما فواد اکبری از جرمنی مبلغ 13500 افغانی، برادر ما حمیدالله از لندن مبلغ 7084 افغانی، از طرف خانواده حسین مرادی از بلژیم مبلغ 7513 افغانی، برادر ما سید حلیم از هلند مبلغ 17900 افغانی، برادر ما حاجی امان کریمی از جرمنی مبلغ 10380 افغانی، برادر ما بهرام اسلمی از بلژیم مبلغ 6800 افغانی، برادر ما حاجی فواد حیات از لندن مبلغ 8300 افغانی، برادر ما حاجی محمد افضل از جرمنی مبلغ 36400 افغانی، برادر ما عزیز شریفی از امریکا مبلغ 9300 افغانی، برادر ما اجمل بارگزی از امریکا مبلغ 6447 افغانی، برادر ما خالد دستگیرزاده از امریکا مبلغ 650 افغانی، برادر ما همایون از جرمنی مبلغ 13600 افغانی، جمله مبلغ 3,36,919 افغانی ما مواد زمستانی بر معلمین گرامی و عزیز لیسه نسوان وحدت واقعی چاری قنبر توفه گرفتیم برشان و برشان انشاءالله تقدیم خواد کردیم. بسیار زیاد تشکر، بسیار امتنان از کسایی که در این کاروان با ما سهیم هستند و اگر شما میخواهید که کاروان ما را اضافه کنین، کاروان ما را بزرگ کنین تا ما بتانیم بیشتر مساعدت کنیم، چرا معلمین هستند که هنوزام به مساعدت نیاز دارن و ما آنچه که در توان ما بود برشان مساعدت کنیم. اگر شما میخواین که با ما سهیم باشین، باب ما، دروازه ما و ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله امانت شما را بدون کمی و کاست برشان میرسانیم. بیاین در کاروان خیر با هم سهیم باشیم تا مساعدت کنیم برشان. خدا از ما راضی باشه، در سخاوتمندی لذت است و این لذت بچشید. انشاءالله آغاز میکنیم، معلمین عزیز زحمت میتیم تا بیاین امانت و این توفه را تسلیم شود. انشالله که توزیع آغاز میکنیم. معلمین عزیز گرامی تشریف آوردن، صحبت خواد کردیم. جناب مهندس عرض سلام احترام خدمت شما، خدمت تمام استادای عزیز. انشالله که صحت و سلامت و عافیت باشین. بسیار معذرت میخوایم که شما یک کم منتظر ماندید. صحتمند باشین. تشکر. یک تحفه ناچیزه، تحفه زمستانی آماده کردیم. الله متعال قبول و منظور بفرمایه. گرچه ما مدام گفتیم شما همو شمع هستین که خودتان میسوزین ولی جامعه را درخشان کردین و ما از فیض و برکت شما هستیم که امروز سرپای استاد هستیم و اگر خلاقیت داریم و اگر مزد به دست آوردیم، اگر چیز امروز هستیم از برکت شماها هستیم، از برکت معلمین هستیم. اگر جامعه امروز به هر توسعه اقتصادی و فرهنگی و به هر سطح که رسیده از زحمات معلمین گرامین هستند و ما قدردانی میکنیم از شما. یک فرصت مساعد شد تا بتانیم خدمت شما را کنیم. یک چیز آماده کردیم، انشالله که شما بپذیرین و چند روز زمستان گرم سپری کنیم. سلامت باشین، خیر نصیب شد، سلامت باشین، زنده باشین. البته این توفه را کسای دیگه که در بیرون از افغانستان هستند مساعدت کردن. دعا میکنیم در حقشان که الله متعال باب رحمت و مهربانی را در مالشان، در زندگیشان باز بگردانه و همیشه باز داشته باشه. زندگیشان همیشه درخشان و تابان داشته باشه که در فکر معلمین عزیز هستند، در فکر مردم افغانستان هستند. خداوند همیشه اونا را آباد و آرام و خرم داشته باشه. جناب مهندس لیست پیش شما باشه. شما بی ترکت معلمین شما نامه را بخوانین، هر کدام بره سهم خود بگیره. اما در پالی از اون مبلغ 40,000 افغانی دیگه همچنان لازم دیدیم که به هر معلم مبلغ 1,000 افغانی برشان بتین که انشالله
حداقل 20 کیلو گاز میشه. بله. سلامت باشین. یک چند روز گرم باشین. خصوصا شما از رئیس محترم، از تمام کارکنایی که در این پروسه انجینیر صاحبیا زحمت کشیدن بسیار زیاد تشکر میکنم. واقعا معلومه یک طبقه بسیار غریب است، روشن فکر هستند. از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. خداوند حال مالتان برکت بندازه، عزیز زیادتر بده براتون که در پروسه های زیاد بلندتر از آمین. سلامت. این 40,000 افغانی رو شما بگیرین، باز به هر معلم درست شما بخوانین که اونا هر کدامشون همکارا هست، ان شاء الله که همکاری میکنن. مهربانی.